بزهای حکومت رحمانوف در سایت ادناکلاسنیک پاسپورت شما را همچون قرقلپاق پاسپورت ازبکستان فتوشاپ کرده چاپ کردند. شما میتونید که ما هم مبارزه بردیم، لگنبردارای رحمانوف میگن که نه وای آدم ازبکستان است. شما میتونید که یک کاپی پاسپورت خود را در سایت ادناکلاسنیک پرتوید. عقل یک چیز نیست که مثلا رحمانوف رود و از یک مغازه امریکا یا که من نمیدونم انگلستان یا آلمان بیاد و خرد. این بیچاره همه چیز میتونن خرن، کاستومای خوب میخرن، ماشینای خوب میخرن، خوراکای خوب میخورن، لیکن عقل نیست که اینا عقل خرن. و اونم که یک مرد پاسپورت ازبکی دارم بسیار خنده آور است. من افتخار میکنم که من شهروند تاجیکستان هستم. بسیار دوستای من مثلا شهروند امریکا هستن، شهروند انگلستان هستن، روسیه هستن. من با اونها هیچ کاری ندارم، لیکن برای من میخوام که همچون شهروند تاجیکستان به دنیا آمدم و شهروند تاجیکستان بمیرم. و یگانه گذرنامه‌ای که من دارم حتما چاپ میکنم. این نامش ترافل داکومنت، یعنی گذرنامه برای سفر است، یعنی برای سفر کردن. این گذرنامه یک چیزی خوب دارد که در اساس قرار سازمان ملل متحد برای طرفدارای رحمانوف آن در همین بالای همین پاسپورت در مقابل پاسپورت نوشته شده است که یگان کشوری دنیا حق و حقوق ندارد که مرا به حکومت تاجیکستان سپرد. انا همین است گذرنامه من، انا شهادتنامه من دیگر هیچی ندارم. اصلا من میخواستم که گذرنامه تاجیکی داشته باشم، ولی وقتی که رحمانوف من کرد که به من شهادتنامه تاجیکی یعنی پاسپورت تاجیکی داده شود، من مجبور بودم که این ترافل داکومنت و این گذرنامه آلمانی گیرم. این هر کسی که میداند باید داند که این حق شهروندی نیست، این فقط یک گذرنامه برای سفر کردن است.